سلام بچه‌ها، من اروس هستم و اینجا اتاق خونه منه که من به امید هزاران آرزو بعد از ظهرها بعد از تایم مغازم اینجا درگیر کارهایی هم که بتونم کسب درآمد کنم و یه زندگی درستی بسازم. بالاخره آینده که نداریم ولی فردامونو بالاخره میشه ساخت. من همیشه تو این اتاق دنبال یه راه درآمد بودم، یه راهی که بتونم پشت سیستمم بشینم و به راحتی درآمد کسب کنم، ولی خب نشد واقعیتش. اکثرا زحمتایی هم که بیرون از این اتاق کشیدم و همینجا تو همین اتاق که میبینی به باد دادم. اما به خودم قول دادم که یه روزی بتونم یک کسب درآمد خفن از طریق یه شغل دومی برای خودم جور کنم، اگه کور نخونده باشم البته ها. اینجا هم آشپزخونه است که من خیلی علاقه دارم بهش، چون همیشه اینجا آشپزی میکنم و با عشق غذا درست میکنم، ولی خب همیشه سیب زمینی تخم مرغ میخورم. سیب زمینی تخم مرغ به روش‌های مختلف بعدا براتون توضیح میدم حتما. آی نویسنده، نصف شبی برای چی به من میگی پاسخ به خودت توضیح بده و نمیدونم خونه رو معرفی کن و بذار بریم بخوابیم، خسته این فردا صبح باید پاشیم بریم سر کار. دیگه بسته من برم بخوابم دیگه، واقعا مغزم نمیکشه و صبح باید پاشم. شبتون بخیر. چیزه لایک یادتون نره.